دهه آقمزار در وادی وخش جایگیر است. اینجا در قیاس به دیگر منطقه های تاجیکستان اقلیمی گرم داشت، اما امسال یک بار سرد شد. سفر ماه را این تغییرات ناگهانی آب و هوا نگران کرده است. از سحر تا بیگاه برق ندارند، چون که در تاجیکستان امسال بر وقتتر برق را محدود کردند. این خانواده میانه حال 9 نفرند و بیشتری آنها خردسالند. یا پیشکه در خونه شنودگی خیام هم تا 9 نفر ما هممون الان میکنیم خب سرم لخچم را میبریم گیدم میشیم چی میکنیم. در این جاها پیدا کردن وسایل گرمدهی کار است دشوار. پولی که پسرانی سفر ماه از 10 مردگی مییابند به روزگار نمیرسد، چی رسد به خریدن انگشت. تا این وقت تپکی که از چاروا میگرفتن مشکلشان را آسان میکرد. گرمی خانه در فصل زمستان از طلبشای 16 ساله وابسته است. او هر روز از چندین کیلومتر دوری با خر هیزم خزینه می کرد. طلبشا یگانه کمک رسان برای مادری تنها و یک همشیره اش است. او تحصیلش را از صنف 9 قطع کرد تا کار روزگار را کند. هیزم را کم آوردیم که نمیرسوند این زمستان ما با چی میگذارد؟ خنوکی. هم طلبشا و هم مادرش به این فکر افتادند که با این هیزم کم زمستان سرد را چگونه پسی سر خواهند کرد. هستی فکر به فکر میشه آدم میزد. هستی فکر. زمستان چخیل میزگرم. مثال بیکاری. ساکنان نادار آقمزار نهالهای خشک جنگل را برای هیزم جمع میکنند، اما اکنون جنگل ها صاحب پیدا کردند. زمین رو خریدگی هم مدام میریم خواهیم با جنگ جنجور میریم ویزی میگیریم میوریم میان علاتون کنم یک گرشن در اندور خونه را دمی قپل میگن اشترافش وزوینه ایتا و تامی. میزان اندوه ساکنان این ده را از ابرهای آسمان پی میبرید. هر قدر ابرها سیاه و زیاد شوند همان قدر بر غم ساکنان میافزاید، چون که در پیشاروی زمستان سرد در این بیبرقی و بی آبی و بی هیزمی فقط به سخاوت آسمان امید میماند.